اگر 3% یک جامعه تیار باشد که برای هدفش بیاید به خیابان، اون انقلاب 100% پیروز است. اگر 3% یک جامعه، یک کشور، یک ملت تیار باشد که برای هدفش بیاید به خیابان و کوچه و حق خود را مصالحت آمیز طلب کند، اون انقلاب 100% پیروز است. 3% 100% پیروز است. اگر 1.5-2% آماده شد و به خیابان ریخت، به خیابان آمد و استوار ایستاد و حق خود را طلب کرد، نسبت پیروزی این انقلاب ها 50-50 می شود. می تواند پیروز باشد، می تواند شکست بخورد. این دیگر وابسته به اون است که حکومت چگونه حکومت است. اگر یک حکومت انسان محور هست، نمی ترسد، مثلا مثل اکایف، مثل شورنادزه، مثل این سرکیسیان که رئیس جمهور ارمنستان بود، با مثلا انقلاب 1% هم میگه که خب من آماده نیستم که برای کرسی و منصبم شده مثلا تیرپرانی کنم. میرود، میگه خب نیروی دیگر بیاد حکومت کند، دولت از بین نمی رود، ملت از بین نمی رود و همه چیز آرام بدون یک تیرپرانی هم انقلاب پیروز میشد. اما اگر حکومت مثل کریموف است، مثل معمر قذافی است، مثل رحمانوف است، مثل یگان جلاد دیگر هست، اون میگه 3% چه اگر 10% هم به میدان بیاید من تیر میپرونم، من میکشم، من نمیخوام از منصبم بروم، من میخوام تا آخر باشم، تا آخر پسری من باشد. مثلا همه رو خائن اعلان میکند، تروریست اعلان میکند، میکشه دیگر. در این صورت باید که انقلاب قدرت دفاع از خودش را داشته باشد. این نکته بسیار مهم است. اگر مردم نیروهایی که میخواهند تغییرات کنند میدونن که در مقابلشان یک آدمی دیوانه اوضاع هست، یک پرزیدنتی هست که او به مردم تیر میپراند، میکشد، به خاطر منصبش مثلا ده ها، صدها، هزارها نفر را کشدم، براش هیچ اهمیت ندارد. پیش از آن که مردم را دعوت میکند باید در فکر دفاع از انقلاب باشد، یعنی بتواند نیروی داشته باشد، قدرت داشته باشد که این نیروی مردمی را که به خیابان میریزند دفاع کند، تا اینکه اون طرف احساس کند که نمیتواند با آسانی مردم بی سلاح را به خون بکشد. یعنی این وابسته به آن است که ما چگونه ملت داریم، چگونه حکومت هست، و یا حکومت جلاد خونخوار است یا یک دیکتاتور است، ولی دیکتاتور منطقی است، اونقدر دیوانه نیست. این هم وابسته است و بعدا خود نیروهای انقلابی یا مردمی تا چه مقدار توان دفاع از انقلاب را دارند.